به سپانسریا یکیتیا روشنبیرانا هرما جزیره و شانخانه شلیر نویسکار دیار بوتی پرتوکا خویا بناوی بچاوکی جودا احمد خانه امزکر. شاهیا امزکرنا پرتوکه به بشداریا به دهان روشنبیر نویسکار و حسکرین خوندنه لپارکا خوندنه یا قامشلوها تلدار خستن. نویسکار دیار بوتی تواهی که سوالین پشتگیریاوی ده درخصنا پرتوکاوی ده کرنه و انجام 2 سالین لیکولینه یه سپاس کر. پرتوکا دیار بوتی بحثا فلسفه فیلوزوف کرد و هلبستوان احمد خانه شروع و فکرین ویدکه.